از قوانین فیزیک تا ستاره های دوردست، موضوعاتی که علم هنوز جوابی براش نداره. سلام، سنام و اینجا کانال علمی مورد علاقه توه. بچه‌ها امروز می‌خوایم راجع به یه سری موضوعای حرف بزنیم که علم هنوز نتونسته ثابتشون کنه یا حتی گاهن نتونسته نظری راجع بهشون بده. این موضوعا خیلی میتونه هم ماها یعنی آدم‌های عادی هم فیزیکدانا دانشمندا رو به چالش بکشه و نشون دهنده اینه که علم ما هنوز محدوده. البته از نظر من شخص سنا یه روزی به جواب همش میرسیم، ولی در حال حاضر علم هیچ جوابی برای این سوالا نداره. بریم واسه یه شروع ویدیو. یه لحظه برگرد. قبل از اینکه بریم برای شروع ویدیو میخوام بهتون بگم که من هنوز مانیتایز نشدم چون که واچ تایمم پر نشده. اگر که میخواید از کانال علمی من حمایت کنید لطفا چند بار ویدیومو نگاه کنید یا به دوستاتون معرفی کنید. لایک و سابسکرایب و اینا. مرسی. بریم برای شروع ویدیو به صورت جدی. بریم. اولین موضوعی که میخوایم راجعش صحبت کنیم آگاهی و ذهنه. اصلا آگاهی چیه و چطوری از فعالیت‌های مغز ناشی میشه؟ محققا هنوز در تلاشن که بفهمن آگاهی دقیقاً چیه، چه چیزی بجز فعالیت‌هایی که نورونای مغز و غیره انجام میدن. ولی هنوزم که هنوزه درک دقیق آگاهی که ما داریم یک معما توی دنیای علم باقی مونده. راستی این بازه توی گرفتن ویدیو به من کمک میکنه. یه فکت راجع به باز این که شخصیت باز لایتر توی داستان اسباب بازی ها یعنی اسمش از روی باز آلدرین که همراه نیل آرمسترانگ سفر به ماه کرد برداشته شده. موضوع دوم تجربه نزدیک به مرگ یا NDE. قضیهش اینه که یک سری افراد که حالا تو کما بودن یا نزدیک به مرگ رفتن برگشتن ادعا میکنن، یعنی یک جمعیت زیادی این ادعا رو میکنن که وقتی که این اتفاق براشون افتاده یا یک نوری دیدن یا از بیرون بدن خودشونو دیدن. این یکی از چیزاییه که علمو به چالش کشیده و سوال اصلی اینه که این واقعی بوده یا صرفاً توهم ذهن بوده. ولی خب این هم یه سری از چیزاییه که روش تحقیق انجام میشه ولی هنوز به نتیجه‌ای نرسیدن که من فکر میکنم که توهم مغز بوده. یکی از بزرگترین سوالا که احتمالاً تویی که داری ویدیو رو نگاه میکنی فکر میکنی که جواب قطعی به این سوال داده شده، اما اینجا میخوام بهت بگم که نحوه پیدایش حیات هنوزم که هنوزه یکی از سوالهای بزرگ بشره. نظریه‌های خیلی مختلفی راجبش وجود داره که خیلی‌هاش میک سنس میکنه، ولی اینکه دقیقاً حیات چجوری به وجود اومده، اینکه به وجود اومده تکامل و اینا بوده یا ممکنه که از یک جهان دیگه حالا از یک سیاره دیگه اومده و اینا یه سری نظریاته، ولی شاید باورتون نشه دقیقاً ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. یعنی هممون فکر میکنیم که اوکی از سلول تو دریا شده، حالا ماهیای کوچیک تک سلولی و رسیده به میمون، بعد رسیده به انسان و حیات به وجود اومده. یکی از نظریه‌های خیلی مهمه و اینجوریه که احتمال واقعی بودنش بالاست ولی 100% نیست. یعنی ما 100% مطمئن نیستیم که پیدایش حیات چطوری اتفاق افتاده. بریم بعدی. بخش بعدی راجع به یه سری تجربه های ماورایی یا ESP، یعنی یه سری تجربیات ماورایی وجود داره، یعنی شاید وجود نداشته باشه ولی قضیه اینه که تعداد زیادی از انسان ها تو طول تاریخ ادعا کردن که یک سری اتفاقات ماورایی براشون افتاده. یعنی مثلا یه سری ادعا میکنن که میتونن تلپاتی کنن و ارتباط بگیرن با دیگر افراد با تلپاتی، یا میتونن تلکینزی کنن. اگه نمیدونین تلکینزی چیه، تکون دادن اجسام با قدرت ذهن و غیره. علم هنوز نتونسته به صورت قطعی این موضوع رو رد یا تایید کنه. کلا این یه پرانتز بذاریم، یه سری چیزایی هست که من دارم میبینم، یعنی انسان دارم حسش میکنم ولی نمیتونم بیانش کنم، نمیتونم ثابتش کنم. در نتیجه اینو نمیتونیم ثابت کنیم، یعنی علم نمیتونه ثابت کنه، ولی چون آدم‌های زیادی این اتفاق براشون میفته یا افتاده ولی همه نه، میتونه تو پروسه تحقیق قرار بگیره. تجربیات ماورایی هم یه سری میگن خرافات، یه سری میگن نه واقعا وجود داره، یه سری باور قطعی بهش دارن. از نظر خود من همچنان یک توهمه و به صورت واقعی وجود نداره، ولی از نظر علم هنوز تایید نشده، یعنی هنوز علم نگفته این درسته یا غلطه، هیچ نظر خاصی راجبش نداده. پس
ما چیکار میکنیم؟ ما کسایی که به علم علاقه داریم چیزایی که علم هنوز تایید یا رد نکرده رو مهم نیست یا تلاش میکنیم در راستاش یا ثابتش میکنیم یا هیچ نظری راجبش نمیدیم. تو نمیتونی چیزی که ثابت نشده رو بیای بگی من باور دارم، من مطمئنم. نه، صرفا میتونی بگی من نظری راجبش ندارم چون که هنوز ثابت یا رد نشده. ولی یه سوالی که هست اینه که این پدیده ها بوق زیاد. ولی یه سوالی که هست اینه که این پدیده ها صرفا یک توهم دست جمعیه بین یک سری آدم های محدود و یا یک سری چیزهایی فراتر از علمی که ما میشناسیم وجود داره. نه مرسی، ممنون، همون توهم رو ترجیح میدم. میریم سراغ بعدی. رسیدیم به قسمت مورد علاقه سنا، درک واقعیت مفهوم زمان. اصلا زمان چیه؟ چرا بعضی وقتا ما به عنوان یک بعد واقعی حسش میکنیم ولی بعضی مواقع احساس میشه که زمان انعطاف داره؟ خیلی نظرها راجبش وجود داره. زمان رو بعد 4 در نظر میگیریم. بعد 4 در نظر میگیریم، قرار نیست قطعا بعد 4 باشه. منم نظری اصلا راجبش ندارم چون خیلی تخصصیه، ولی خب چیزی که هست اینه که زمان همه که چیزاییه که خیلی سوال راجبش وجود داره. علمم هنوز نتونسته پاسخ کاملا قطعی به ماهیت زمان بده و این چیزیه که خیلی زیاد دانشمندها توی قرنهای متفاوت، سالهای متفاوت و همچنان هم ادامه داره روش وقت میذارن و تحقیق میکنن. امیدوارم قبل از اینکه من بمیرم بفهمیم زمان چیه. من واقعا یکی از مباحث مورد علاقم تو فیزیک زمانه. فکر میکنم خیلی اینجوری باشن. زمان خیلی مرموز و عجیبه و خیلی دوست دارم که بفهمم چیه. بچه‌ها این موضوعی که تا الان گفتیم نشون میده که علم همچنان در حال پیشرفت و تکامله و به نظر من هیچ وقت به ته علم نمیرسیم. یعنی هیچ وقت همه چیز رو نمیفهمیم. آره دیگه، علم همینه. علم خوبیش اینه که اشتباه خودش رو میپذیره. علم همیشه رو به پیشرفته، همیشه آینده نگره و همچنان سوال‌هایی وجود داره که علم نتونسته بهش جواب بده. خیلی بیشترن این سوال‌ها. حالا اگه از این ویدیو استقبال کنید سوال‌های دیگه‌ای رو بیان می‌کنم. حالا اگه این ویدیو براتون جذاب بود و دوستش داشتید، اولا بقیه ویدیوهای کانال رو نگاه کنید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و اینایی که تو همه یوتیوبرها میشنوید دیگه، لایک، سابسکرایب، کامنت، برام کامنت بذارید که سوال‌های دیگه هست که شنیده باشین و به نظرتون علم جوابی براش نداره یا مطمئنید که علم جوابی براش نداره. به ناچار تابع قوانین نیوتن.